گفت یا رسول الله دمی مورد تو مرا میگی که مشوره با پدر و مادر بکن؟ ما تو را و تو ما الله را و تو را و روز آخرت اختیار میکنم. من مادیات دنیا را کار ندارم. الحمدلله کل ازواج مطهرات به یک طریقه کلگی همی گپ اختیار کردن. ایرا میگه دندان کشیدن که دیگر در ذهن از یا نگرده که ما باید مثل دیگرها باشیم یا این قسم ناز و نعمت داشته باشیم. این دستور اگرچه به پیغمبر علیه السلام است لیکن حکمش عام است. کسی که دعوتگر است، کسی که راه دین تعقیب میکنه، کسی که راه مبارزه و جهاد تعقیب میکنه، خانوادهش باید از این مطالبات زیاد نداشته باشه. هیچ وقت یک سیاست امو کسی که دعوتگر است از او تقاضا نکنه که زن بیادری در فلان توی میره اینی طور کالا کده برای من بکو و زن بیادری اینی طور کالا چسب پوشیده برای من بیار، زن بیادری در فلان عروسی که ساز زور است میره مرا ببر. این مطالبات نکنه، قطعا نکنه. چرا؟ اگر مطالبه کردی مانع دعوتی امی شوهری تو میگردی، برادری تو میگردی، پدری تو میگردی و خانواده و اهل باید حالات سرپرست پدری خود از شوهری خود برادری خود به نظر بگیره. همشیره برادری متدین باید همشیرش متدین باشه، برادرش باید متدین باشه. چرا؟ گپی برادرش در اجتماع وقتی تاثیرگذار است که خود عیار کرده باشه. اما اگر برادری که خود دعوت میده مردم او برادرش نعوذ بالله شراب میخوره، برادرش کاری میکنه که هیچ در شریعت نیستی، بسیار تاثیرگذار است. در اینجا اگر شوهر دعوتگر باشه سیاستش کارای غلط بکنه مانع دعوت از او میشه، مانع تاثیر دعوتش میشه، در این جرم ای شامل است. ای زن شامل است که در حقیقت دعوت منع کرده. از امو خاطر است که الله تبارک و تعالی پیغمبر علیه السلام در مورد ازواج مطهرات میتور اختیار داد که برشان بگو. چرا؟ به خاطری که پیغمبر کدام کارایی انجام میده، کارایی پیغمبر نمونه عملیش در ازواج مطهرات دیده شود. اول عمل کنندش ازواج مطهرات باشه تا که گپ پیغمبر در دیگه جای تاثیر بگذاره. از امو خاطر است یگانه مشکلی که برای دعوتگر از نگاه خانواده پیدا میشه نمیسته که تو مردم به توحید دعوت میدی او پدری روان است تاویز از آقا صاحب میاره. تو مردم دعوت میدی که نه این شرک است قبر پرستی او پدری بچه خود گرفته در غزنی روان است. این بسیار سخت است. مردم گپی تقبل نمیکنه، میگه سیکو تو خود این طور میگی پدر این طور میکنه. اینی مشکلات است در راه دعوت. الله تبارک و تعالی با پیغمبر علیه السلام ازواج مطهرات برش اختیار داد که کدام اختیار میکنه. الله تبارک و تعالی چی میگه؟ که کسی که الله و رسولش و دار آخرت اختیار میکنه. چقدر بدل یا عوض مهم. الله را اختیار کردن چی مانا؟ به دستور الله عمل کردن، ناز و نعمت و گپا را نه طلب کردن، به طریقه پیغمبر وضعیت عادی پیغمبر اکتفا کردن و چیزای زائد نه مطالبه کردن و اینمی تکلیف یا رنج یا اینمی حالت و وضعیت در دنیا اختیار کردن سبب افتخار در آخرت است که بدل عوضش الله در آخرت میده. اگر تو اینجا طلا نپوشیده الله اونجا طلا برات میده. اگر تو اینجا در مجمع عام مدح و ثنایت نشد که زن فلانی اینی کالا را پوشیده، ان شاء الله در آخرت مدح و ثنایت میشه. امروز خود کل مردما شوهرها که در بدر شده از دست کالای چی بگو از دست کالا شده که زن فلانی اینطور کالا دای فلانی توی زن فلانی اینی رخت پوشیده بود که برای من نبیاری ماندنید نیستم. توی از دیگه کس می باشه کالا را ای میکنه و کلش برای فخر و تکبر نعوذ بالله. اونجا که میره خود نمایش میده که من اینطور هستم. نه، ازواج مطهرات الگوست برای ما. قدر و قیمت ما و شما از خواهرای ما و شما به ازواج مطهرات نمیرسه. ولی و کدام زندگی را اختیار کرد، کی را اختیار کرد و چه قسم اختیار کرد؟ الله میگه که آماده کرده برای محسنات، نگفت که بر ازواج مطهرات. اونجا میگه فإن الله اعد للمحسنات منکن، کسانی که واقعا عمل کرد به الله و به رسول تسلیم کرد خدا اجر عظیمه. یا نساء النبی ای ازواج مطهرات پیغمبر علیه السلام، ما یأتی منکن، کسی که آمدن میکنه از جمع شما بفاحشة با گناه با کاری که مخالف روش پیغمبر علیه السلام باشه یا فاحشه مطالبه نامناسب از پیغمبر میکنه مبینة یکی همو بدیش واضح است، یضاعف لها العذاب، دوچند میشه برای اونمو چی برامو خانمی پیغمبر العذاب و عذاب ضعفین چند دوچند میشه. در حدیث میاد پیغمبر علیه السلام من بطأ به عمله لم یسرع به نسبه، کسی که عملش کندی کرد سستی کرد پیش نکرد ساخشه نسبش ایره پیش کردن نمیتونه. قرآن چی درسی عظیم میده؟
از زوجه مطهره پیغمبرم اگر گناه میکنه نعوذ بالله عذابش دوچند است. پیغمبر اون را نجات دادن نمیتونه. دوچند چرا است؟ به خاطری است که تو خو نمونه استی. یک آدم که گناه میکنه یک گناه که باز تو را میبینه و گناه را مشروع میدانه، این دوم گناه میشه. از او خاطر خودت خو عملی بد انجام دادی، خب برای دیگران نمونه شد، از او خاطر دوچند عذاب برات داده میشه. قرآن حتن و ازواج مطهرات گفت. لیکن هر کس که دمی طور موقف اجتماعی قرار داره که مردم دنبالش روان است، اینمی قسم عذاب دوچند است. مولوی اگر در بدعت شریک میشه دوچند عذاب میبینه، اگر در شرک شریک میشه دوچند عذاب میبینه. چرا؟ موقع اجتماعی تو بزرگ است، الگوستی، مقتداستی، نمونستی برای مردم. اگر تو این کار میکنی خب مردم پشت روان است. از همون خاطر است که امروز مردم برای ما دلیل چی را میگیره؟ فلانی مولا اینجا تیر شد این تو نگفت، وی کار کرده، وی کار کرده. اینجا است که هر کس موقف خدا بشناسه که باید ما چی بکنم. گناه از یک آدم عادی یک رقم است، گناه از یک آدم غیر عادی دیگر رقم است. و اینمی را تعبیر میکنه که مسئولیت صلاحیت به اندازه مسئولیت، مسئولیت به اندازه صلاحیت. اما قدر و مقام بلند داری، اما تو مسئولیت بزرگ هم باید داری، باید تو پیش ببری. تو خدا مثل مردمان عادی ندان، مثل که الله برای ما میگه و کان ذلک علی الله یسیرا. اگر کسی بگه که یا خود زنای پیغمبر است برو الله برای ازیا عذاب دوچند نمیده، نه الله میگه این مانع شده نمیتونه. و کان ذلک هست دادن می عذاب دوچند ولو که زوجه مطهره پیغمبر باشه، در صورتی که امر فاحش و آشکارا را انجام بده. علی الله یسیرا، بالای الله آسان است، بالکل عذاب میده. و من یقنط منکن، هر کدامی که تابعداری میکنه اطاعت میکنه منکن از شما لله برای الله تبارک و تعالی احکامش و رسولی پیروی میکنه از پیغمبرش و تعمل صالحا انجام میده عمل درسته نؤتها اجرها، الله میگه ما میدیم اجرش مرتين، دو مرتبه اجر میدیم، دبل اجر برش میدیم. چرا؟ ازواج مطهرات که تابعداری الله و رسول و عمل صالح انجام میده به دیگرا الگوست، این سرچشمه میشه برای عمل دیگرا. از او خاطر الله دوچند ثواب میده. و اعتدنا لها رزقا کریما، ما تیار کردیم به همچون زنا خانم ها رزق را خوراک را کریما که مکمل با عزت است، رزق شایسته است که محنت و مشقت دو نیست. الله با عزتمند رزق برش نصیب میکنه. پس معلوم شد که ازواج مطهرات الله این خطابا را برش گفت. ازواج مطهرات خب بالکل تابعدار بودن از الله و از رسولش. یا نساء النبی، زنای پیغمبر علیه الصلاة و السلام، خانمای پیغمبر علیه السلام، لستن نیست شما که احد من النساء بمثل یکی از زنان عادی دیگه که دیگه زن است مثل از وان نیست. ان اتقیتن، اگر شما تقوا را اختیار کرده. زوجه پیغمبر هم است اگر تقوا نکنه به او مرحله نمیرسه. ان اتقیتن، اگر شما تقوا را اختیار کرده. تقوا چی را میگه؟ تمام مامورات عمل کردن، از تمام منهیات خود نگاه کردن. فلا تخدعن بالقول، مکمل زندگی با تقوا باشه. آل نمونه های تقوا را بیان میکنه. ای زنان پیغمبر شما به مثل زنان عادی دیگه نیستی در صورتی که تقوا را اختیار کنی. فلا تخدعن بالقول، شما نرم نکنی لهجهتان، بالقول به گفتاریتان، لهجه گفتاریتان نرم نکنی. فیطمع الذی، که طمع کنه او کسی که فی قلبی در دلش مرض شهوت است، مرض نفاق است، نعوذ بالله. و قلنا قولا معروفا، مراد از گپ زدن همی نیست که تو بدورت بگوی. و قلنا بگوی شما قولا گفتار معروفا با ادب پسندیده. البته در لهجه که آدم منافق، آدمی که نعوذ بالله تصور غلط داره او برداشت نکنه ای گپا. این حکم خو برای ازواج مطهرات پیغمبر علیه السلام هم بود. اکثر مردم می آمد سوال میکردن مسئله را، یکی دوم چیزی را طلب میکرد، خانه خوب هر کس اسباب و وسایل از پیشش طلب میکنه. زمانی که ازواج مطهرات پیغمبر گپ قطش میزد، الله تبارک و تعالی میگه گپ باید درشت بگویه، گپ اینطور خنده آمیز و تحریک آمیز نباشه، جذاب نباشه. چرا؟ به خاطری که امو آدم که در قلبش مرض است، نعوذ بالله، از سخن گفتن تو تصور غلط میکنه،
و ادامه میده گپاره. الله منع کرد. انشاءالله پشت سر اینجا موضوع حجاب نه. نظام مقدس اسلام چرا پابندی ها را در ذرایع و وسایل، چیزی که ذریعه و وسیله به امر حرام میشه در اونجا پابندی لگانده. الله تبارک و تعالی منع میکنه. او ما یقین داریم که بجز از منافقین در دل ازواج مطهرات اجنه و گپی نبوده و صحابه کرام خود پاکبازترین افرادی است، نیکترین افرادی است، اخلاصمندترین افراد با پیغمبر علیه الصلاة و السلام است که به هیچ وجه تصوری غلط در حق ازواج مطهرات نداره. ولی الله تبارک و تعالی حکم خود نافذ میکنه. اول مورد خطاب واره قرار میده. چرا اول قرار میده؟ از خود شروع کو. هر حکم اسلام الله تبارک و تعالی اول از پیغمبر شروع کرده. اول پیغمبر عملی کرده. زوجی تو باید تکلم اینمی رقم بکنه، چادر زوجی تو بپوشه، تقوا را زوجی تو اختیار بکنه، مطالبات عیش و عیش پرستی را ازواج مطهرات نکنه تا دیگه زنا از او الگو بگیره، ازواج مطهرات برشان نمونه باشه. در او زمان الله منع میکنه. تاسف نیست به او خواهرایی که با امی فاسقا و فاجرایی که در تلفن قطش سخن میگه و شما به گوش خود صداهای غلطی از واره که واقعا صدای جذاب است، حتی در رادیوها و تلویزیون هم نشر میشه، نه زنگ میزنه، خندم میکنه، مذاقم قطش میکنه. این در کدام کتاب رواس است؟ پیغمبر علیه الصلاة و السلام میفرمه زبان زنا میکنه، دست زنا میکنه، چشم زنا میکنه، گوش زنا میکنه، هر عضو الله زنایش سرش مقرر کرده. اینمی گپ زدن زناست. اینمی گپ زدنی که تو او از او لذت میبره، از سخنانی تو از سخنانی از او لذت میبری. این بالکل زنا هست و الله منع کرده. چرا؟ این خود به خود ذریعه میشه. امروز در دست هر کس تلفن است. ایرا نگوی تلفن خو برای رفع حاجتها و تکلیفها بود، برای کسایی که صاحب معامله است خیلی مفید چیز است. خو لیکن بلای بزرگ در وطن ما است. چرا؟ اکثریت مردم ما تقوا نداره، از احکام شریعت آگاهی نداره. این تلویزیونها، این رادیوها، این موبایلها وطن ما را همینطور در بدر کرده که پرسان نکرده. 100% 1% مردم با تقوا پیدا نمیکنیم. یک نفر پیدا نمیکنی که دختر زنگ برش بزنه و پس لا اقل نصیحت برش بکنه که همشیریم دختری افغان هستی، مسلمان هستی، پشتی همی گپا نگرد. نه ادامه میده، او شماره را باز دیگر نمیگذاره. علتش است که جوان امام در قرآن ننشسته، در حدیث پیغمبر ننشسته، نتایج ازیرا اج نمیدانه، عذابش نمیفهمه، میدان گرم کرده به این گپا. و خصوصا شبکه ها انواع حیله ها را برای امچو گپا مساعد میکنه. شما خو میگه پیام روان میکنیم، 45 روپه را بده در چی؟ باز کل شب و روز دیگه پیام روان کو گپا بزن. این زمینه سازی برای همی گپاسته. کی پیامی نیک روان میکنه؟ کدام خواهری که در ترجمه آمده حدیث پیغمبر با کسی روان کنی، یک حکم روان کنی دیگه، اینمی پیامایی غلط است، امی مکالماتی غلط است. او تأسف است که پدر و برادر صدای همشیری خدا، دختری خدا، زنی خدا از طریق امور رادیو میشنوه و هیچ غیرتشان باز نمیشه. او همشیره از تو سوال دارم، در کدام دفتری که ماموری دفتر قطعی تو مذاق میکنه او گپی امیطور جذاب برات میزنه چطور میکنی؟ الله خو حتی ازواج مطهرات میگه که سخن درشت بگو. البته سخن درشتی مانا را نداره که دو دشنام بر پدر نالد، مثل که عالی اموتور گپا هست. اگر کسی از مردا چی خطا شوه، شمارش خطا شوه، بره یک دختر بالا کنه، در حالی که این آدم هیچ نوع اراده غلطه نداره، بلکه شماره خطا شده، از اونجا باز دو دشنام شروع شوه. نه، دو دشنام نه، دو دشنام این انسانیت نیست. الله تبارک و تعالی بعد از میگه و قلنا قولا معروفا، بگوی شما گفتاری معروفه، گفتاری معروف. چرا الله تبارک و تعالی ازواج مطهرات اینطور میگه؟ منافقین تلاش میکردن که شده میتونه در بین ازواج مطهرات یک نوع رنجش از پیغمبر قطع از یام باشه. الله بری ازواج مطهرات گفت موقع به منافقین نده که از درون شما اینطور احساس شود که شما قطع پیغمبر موافق نیستی، یا از پیغمبر مطالبات زیاده میکنی، یا شما در بین تانم ناراضگی وجود است. نه که کسی از پیش ما سوال میکنه بگو ما از پیغمبر به هیچ وجه چی نیستیم؟ ناراض نیستیم. ما کمال ما با پیغمبر هماهنگ هستیم.
پیغمبر را دوست داریم، این گپ بزنی. قول معروفی را میگه که بد رد نگویه، سخن بگویه، یعنی هر چیزی که از پیش شما سوال میکنه او را جواب بده، خب لیکن با کلمات درشت. این معنا که نرمک نباشه، جذاب نباشه، تحریک آمیز نباشه، اینطوری نباشه. و قلنا قولا معروفا. از این معلوم شد که آواز زن سطر نیست، سوال جواب میتونه. کسی فتوا طلب میکنه در تلفن از یک عالم سوال کردن زن و دختر بالکل درست است، آواز منع نیست، البته به شرطی که اراده و تصمیم نیک داشته باشه و واقعا اردو طرف در این تصوری غلط نباشه. هیچ کدام پروا نداره. چرا ازواج مطهرات سخن میگفت لیکن با کلمات جذاب نه، تحریک آمیز نه، بلکه درشت بود. حالی دیگه شما اندازه کنید که مکالماتی که در تلفن صورت میگیره چی رقم است. و قرن فی بیوتکن، جابجا شوی قرار بگیرید در خانه هایتان. یکی وجاهت مجد و عزت حاصل کنی فی بیوتکن، در خانه هایتان. ولا تبرج، شما ظاهر نشوی تبرج الجاهلیت الاولا، مثل ظاهر شدن جاهلیت اول. و اقمنا الصلاة، نماز قائم کنی با تمام با رعایت تمام واجبات سنن، خشوع و خضوعش. و آتین الزکات، بدهید زکات. و اطیعنا الله، اطاعت کنی یک الله را و رسوله، اطاعت پیغمبر بکنی. انما یرید الله، یقینا الله اراده کرده، لیذهب عنکم الرجس، که دور کنه الله از شما الرجس، هر نوع پلیتی را، ظاهری و معنوی کلش. اهل البیت، ای اهل بیت، کسایی که در بیت چی خانه پیغمبر علیه السلام زندگی داره. و یطهرکم تطهیرا، و پاک بسازه شما را به پاک کردن. الله اراده کرده که شما را پاک بسازه به پاک کردن. و قرن فی بیوتکن، قبل از نزول این آیت زنا بیرون می شدن اگر ضرورت داشتن اگر نداشتن. و زمان جاهلیت هم طوری بود که در اونجا زنا مکمل مواضع زینت خدا، گردن خدا، سینه خدا، گوشواره خدا به مردم ظاهر میگشتن. مراد از جاهلیت اولا قبل از چیست آمدن ای آیت ها، زمانی که پیغمبر علیه السلام پیغمبر نشده، این را جاهلیت اولا میگه. از اولا معلوم میشه که یک جاهلیت دوم هم وجود داره، اگرچه بعضی مفسرین میگه اینجا اولا به معنای اول که دوم طلب نداره، یعنی او جاهلیتی که در اول بود او قسم زنا باید نبره، اگرچه جاهلیت دوم تقاضا نمیکنه، لیکن راجح قولی است که در اینجا اشاره به جاهلیت دوم است. جاهلیت اول خونمو زمان بود که زنا بالکل در بازارا میگشتن، شیرگویی میکردن، رقص میکردن در دم روی مردم، مواضع زینت خود آشکارا میکردن. الله تبارک و تعالی گفت که اول حکم که زن به شخصی خود باید در خانه باشد، تا که ضرورت برای بیرون رفتن پیدا نشده. زن شخص خانه است، نفر خانه است، مسئولیت خانه در دوشش است. و الله تبارک و تعالی وجود فیزیکی زنم به می خاطر پیدا کرده، تحمل مشقات بیرون نداره، مقابله را نداره، کار و روزگار در بیرون نداره. تربیت اولاد مهمترین وظیفه در زندگی مادر است که از این که در والاترین وظیفه دیگه هم پیدا نمیشه. اگر یک مادر واقعا اولاد خود تربیت بکنه، امور رقم که شریعت تقاضا میکنه، من میگم که یک دقیقه به بیرون رفتن بیکار نمیشه. از امو خاطر اصل حجاب زن است که خود شخصی زن در خانه باشه. از امو خاطر است که نماز زن سری زن جماعت هم نیست و بهترین نمازش در خانهش است. در خانم اتاق علایده‌ای که داره، کمره علایده‌ای که دارد، در او باید باشه و افضل ترین نماز است. خود تنها بیرون برآمدن بنابر ضرورت، الله تبارک و تعالی هم احکام مطابق فطرت انسان روان کرده. اینطور پابندی نمیکنه که تو دیگه حق نداری بیرون برایی، در حالی که ضرورت برای بیرون هست. برای تعلیم میره، در ترجمه قرآن میره، برای زیارت پدر و مادر خود میره، برای عیادت پدر و مادر خود میره، برای کار کردن، معاونت کردن در زمین خود میره. در زمان پیغمبر علیه السلام هم اینمی قسم ازم در سر آورده می آوردن، در زمینا کار میکرد، بلکه زنات تجارت هم میکردن.
اشیایی که در خانه میدوختن میرفتن با دکاندارا بیفار داشتن، او را برش تسلیم میکرد، پول نقشوده خود میگرفتن. از او خاطر هیچگاه جامعه نمیتونه که بدون بیرون برآمدن زن باشه. خود چی رقم برای قرآن کریم خود اینجا میگه ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولی. خودی آیت دلیل بالای عزیز. الله مطلق بیرون برآمدن منع نکرده، میگه ولا تبرجن، خود آشکارا نکنه مثل تبرج الجاهلیت الاولی، با مثل آشکارا کردن جاهلیت اول. یعنی برآمدن خو هست، خب با مثل از اون نباشه. یک مولوی سه پارسال برای ما یک خط روان کرده بود که چطور زنا در ترجمه قرآن بره. اینجا در قرآن گفته وقرن فی بیوتکن، تنها همین آیت نوشته کرده بود. خب باز من پس برش نوشته کردم که تو کور هستی، اگر کور نباشی خب پشتی سرش بخون ولا تبرجن. اینا بگو. او طور فکر کرده بود که همین آیت بس دیگه، زن به یه جوج از خانه نبرای خلاص، اونمو جبندی شو خیر خلاص. نه، الله تبارک و تعالی ضرورات انسانی را در نظر گرفته، لیکن در مورد بیرون برآمدن الله حدودی را مقرر کرده، احکام داره. چه قسم زن برای زن برای که عفت و آبرو و عزتش مکمل مسئول باشه، به هیچ وجه مورد تعارض قرار نگیره، اونو وقت برای. از امو خاطر بزرگترین حقی که اسلام بر زن داده هیچ کسی نداده، هیچ کسی. قبل از جاهلیت هم زنها در مرحله قرار داشتن که حتی انسان هم برش نمیگفت، مستحقی میراث هم نمیدانستن، زنده به گور هم میشدن. در تمام طوایف جهان زن کدام حقوقی نداشت. و امروز هم کسانی که مدعین حقوق زن هستند، زنا دایی فریب نخوره، یا مدعین حقوق زن نیست، یا گرگایی هستند که به این تبلیغات جذاب خود فقط زنا را متاع بازار جور کرده از پیشش نفع میگیره، دیگه هیچ چیز نیست. هیچ حقی را برای زنا نداده. از امو خاطر بزرگترین و بهترین حقی که داده اسلام داده. پشتی سر انشالله آیت ها میایه که در کدام امر تفاوت در بین مرد و زن است و در کدام امر تفاوت در بین مرد و زن نیست. در او امر تفاوت در بین مرد و زن است که اونجا وجود طبیعی زن تقاضا میکنه، وجود فیزیکی زن تقاضا میکنه. و این تفاوت نه تنها در بین مرد و زن است، بلکه در بین مردا و در بین زنان وجود داره. در مردم یکی رئیس است، یکی مامور است، یکی مدیر است، یکی دریور است، یکی دکاندار است، یکی نجار است، یکی یک کسب دیگر را میکنه است. استعدادها متفاوت است. هیچگاه گفتن نمیتونیم که نه دهقانم باید مثل دکتر و چپن سفید بپوشه و در یک اتاق لوکس فقط معاینگه که خود در گردن آویزان کنه و مریضا پیشش بره. قطعا برابر شده نمیتونه. الله چرا این تفاوت پیدا کرد؟ تعمیر دنیا، پیشرفت و ترقی دنیا توسط همین تفاوت است. همین تفاوت که نمی بود دنیا پیش نمی رفت. پس وجود زن و وجود مرد با هم تفاوت داره. وجود فیزیکی زن چی تقاضا داره؟ اما قدر عطوفت و رحم و مهربانی که زن داره مرد نداره. طفل خود 1000 دفعه گریان میکنه، از خواب بیدار میکنه، سینه‌ش میچوشه، بازم ترحم و شفقت میکنه، یک بوسم میکنه طفل خود. خب مرد 2 دفعه از خواب بیدار کو، باز بعد از این میبینی که طفل بیرون مندازه یا نمیندازه. الله این صفت به او داده، به این نداده. خب مرد الله تبارک و تعالی وجودی قوی داده، او میتونه تحمل مشقات و تکلیف بکنه، در کوها بالا شه، پشتره را پشت کنه، بارای گرنگ بالا کنه. زن ایره نمیتونه. از همون خاطر است که همه وظایف خود به خود تقسیم میشه بنابر موافقت امی وجود طبیعی از مرد و زن. زن کدام وظیفه را پیش ببره، مرد کدام وظیفه را پیش ببره. هر امری که از عهدهش زن برآمده میتونه، اسلام او را منع نکرده از زن، به شرطی که حفظ عفت و عزتش شوه. معلمی میتونه، ماموریت میتونه، خود شرطش این نمیسته که اختلاط نباشه، سخنان جذاب در بین تبادله نشوه، اینی رفت و آمد و اینی وظیفه منجر به بی‌عزتی نشوه. روز فران نرسه که شوهر اونجا طفلا گریان داره در خانه او زن در ماموریت خود از تالی را نآمده. میمانا در خانه آمده میره پس زود ولی نان پخته نمیشه. چرا؟
زن در ماموریت است. اسلامی شرایط در نظر میگیره، به هر کس حق میده. اگر ما میگیم که نه برای ما حق دادن اون نمیسته که حتما باید ما مامور باشیم، حتما ما دکاندار باشیم، نمیشه. زندگی پیش برده نمیشه. از همون خاطر بهترین حق اسلام داده. خب اسلام چرا چادری را ضروری کرده، حجاب ضروری کرده؟ چرا این را ضروری کرده؟ ایام برای حفظ کرامت زن، عفت زن، حیثیت زن، امو قدرت و توانایی که الله برات داده به اونمو